I don't believe it's been. بهانه من موهای خیس رو شانه من تو دست گرمت تو دستای من Soy muy radical para mi trabajo, siempre me gusta hacer las cosas bien hechas, así es como pude salir adelante. امروز براتون چند تا ترفند به کار بخور آوردم. اگه پست سیو کنید یادتون بمونه، همیشه میتونید ازش استفاده کنید. از اون شلنگ جمع کن گرفته تا باز کردن یه مهره وقتی قاچارش ندارین به همین راحتیه. جا انداختن فنر موتورسیکلت، فنر جک، یا راه انداختن یه دوده فاضلاب بدون کثافت کاری. این هم یه بسته شلنگ با سیم نرم و مفتول، چیزی که خیلی جا لنگش میشه. از این به بعد سعی می‌کنم هر روز از این ترفندهای فنی برای فنیکار بذارم. به درد خود من که خیلی خورده این پست. امیدوارم به درد شما هم بخوره. ذخیره‌اش کنید برای دوستاتون بفرستید. اینم خیلی کاربردیه، با یه واشه تخت لوله بریده رو باز کنم. اینم جا انداختن یه فنر سفت و محکم. امیدوارم روزگارتون خوش باشه و همیشه بهترین فنیکاری‌ها رو بلد باشید.